سلام و درود خدمت رفقای گلم. امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی باشه. امروز میخوایم با هم مبحث فعل مضارع رو جمع کنیم. فعل ماضی رو کامل به همراه ترجمه جمع کردیم و بهتون توصیه میکنم اول برید اون کلیپ رو نگاه کنید. فعل ماضی به همراه ضمایر و ترجمه کامل جمع شده نگاه کنید، اوکی بشید، بعد بیاین فعل مضارع رو با ما همراه بشید. خب ببینید بچه ها، فعل مضارع اشتباهی که اکثر بچه ها انجام میدن اینه که وقت ترجمه متوجه نمیشن دارن چه چیزی رو ترجمه میکنن و ترجمه‌ای که کردن اشتباه هست یا نه. ما اول میایم بهتون میگیم که آقا نشانه فعل مضارع چیه، چه شکلی باید بشناسیم، بعد میایم ترجمه رو میگیم، بعد قسمت ها و مشکلات و اشتباهایی که بچه ها داشتن رو بهتون میگیم که شما دچارش نشید. پس قشنگ دقت کن. نکته اولی که باید حواست باشه رفیق اینه، ببین میخوام فعل مضارع رو یاد بگیرم. فعل مضارع یعنی چی؟ فعل مضارع فعلی است که مربوط به زمان حال می باشد. می روم، می آیم، می نشینم، می پوشم، بر می گردم. اوکی؟ فعل مضارع تو ظاهر عربیش دو تا نشانه باید داشته باشه. یکی اتینا ابتداش بیاد، ابتداش، انتهاش، یعنی اول آخرش باید چی؟ یک نشانه هایی داشته باشه. اگه یکی از اینا نباشه ما نمیتونیم مضارع حسابش کنیم. ابتداش باید اتینا بیاد، انتهاش باید یا او داشته باشه رفیق یا باید نون داشته باشه. فعلی فعل مضارع می باشد که در ابتدایش الف ت ی نون یکی از اینا رو باشه یا داشته باشه و انتهاش یا او داشته باشه یا نون داشته باشه. این تا اینجا. حالا بریم که مضارع رو با هم صرف کنیم. بریم که مضارع رو با هم چیکار کنیم؟ صرف کنیم. طبق روال سابق که تو ماضی گفتم 6 تا غایب داری، 6 تا مخاطب داری، 2 تا متکلم داری، طبقه اول مفرد، طبقه دوم مثنا، طبقه آخر میشه جمع، مذکر، مؤنث، مؤنث، مذکر که کامل بهتون توضیح دادم. و همچنین بهتون گفتم که بچه ها فعلی که میخوایم صرف کنیم یک ریشه 3 حرفی داره. ریشه چی داره؟ 3 حرفی داره که ما اون ریشه رو میایم داخل 14 تا بند انگشت میذاریم، بعد نشانه هاش رو اضافه کنیم. بریم سراغ این که باز دوباره ریشه رو بذاریم. یک ذهب اینجا میذارم، اینجا ذهب، ذهب باید وسط بذاریم چون برای فعل مضارع باید هم انتهاش نشانه بذاریم هم ابتداش. اینم ذهب، 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 دوباره 2 تای دیگه بذاریم تمام. ذهب، اینم ذهب. حالا 6 تای غایب، قشنگ گوش کن. 6 تای غایب المانند. اول میخوام نشانه ابتداشو بذارم. المانند. ببین المانند یه داره. یه. قشنگ دقت کن. یه. 6 تای غایب المانند چی داره؟ یه داشت. این 2 تا چی دارن؟ ت دارن. دیگه تو ذهنت میمونه. اگه بخوام صرف کنم 6 تای غایب المانند یه داشت اولش، این 2 تا فقط ت داشت. این تا اینجا. 6 تای مخاطب همش ت داره. ت ت ت ت ت ت. 2 تا آخر نشانه هاش اصلا اوکیه. یکی الف داره، یکی نون. هر جا دیدی فعل مضارعی داشتی اولیش الف داشت میشه متکلم وحده، یعنی من. اگرم اولش نون داشت میشه این، چون تنها جایی که الف داریم متکلم وحده است، تنها جایی هم که نون داریم متکلم مع الغیره. این تا اینجا. حالا میخوایم نشانه های آخرش رو بذاریم. قشنگ دقت کن چی میخوام بهت بگم. نشانه های آخر مثنی ها رو نگاه کن. آنه، 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 آنه. چقدر قشنگ. یه یذهبانه، 3 تا تذهبانه. شاید پیش خود فکر کنید چه شکلی باید تشخیص بدیم. بهت میگم. پس یه یذهبانه، 3 تا تذهبانه. آخری ها رو نگاه کن. جمع مذکر. اونه نون، اونه نون. یذهبونه، یذهبنه، تذهبونه، تذهبنه. تفاوت این 2 تا با این 2 تا اینه که این 2 تا یه گرفتن، این 2 تا ت گرفتن. این تا اینجا. حالا اولیا یذهبو، تذهبو، تذهبو، تذهبینه. تنها جایی که در فعل مضارع انتهاش یه و نون میگیره صیغه مفرد مؤنث مخاطب رفیق. صیغه یابی اینا همه رو تو اون کلیپ ماضی گفتیم، نگاش کن حتما.
مفرد مؤنث مخاطبه. تذهبین، تجلسین، تنصرین، ترجعین، تکتبین. ت و ی و نون مال مفرد مؤنث مخاطبه، یعنی یه نفر خانم که روبروته. این از این. او تنها صیغه هایی که تو فعل مضارع نگاه همشون نون دارن. تنها صیغه هایی که او دارن یکی این سه تاست و یکی هم اینو اینه. اذهب، نذهب، اذهب، نذهب. این تا اینجا حواست باشه. صرف کردیم. حالا یه بار کلی میخوایم بخونیم. یذهب، یذهبان، یذهبون، تذهب، تذهبان، یذهبن. گفتیم این دوتا ت دارن. یذهب و یذهبان، یذهبون، تذهب و تذهبان، یذهبن. تذهب و تذهبان، تذهبون، تذهبین، تذهبان، تذهبن. اذهب و نذهب. پس ما میاییم طبق همین رمزایی که گفتم علمانن یه داره و اینا همش ت دارن و فلان، اینو تو ذهنت میسپاری. حالا بعد از اینکه تو ذهنت سپردی میایم میریم سراغ ترجمهش. گفتیم برای ترجمه چی کار میکنیم؟ اسم صیغه رو ما یاد باید داشته باشیم. بند انگشت اول میشه چی؟ مفرد مذکر غایب، یعنی یه نفر مرد که چی؟ نیست. غایب یعنی نیست، یعنی یه نفر مرد نیست، یعنی علی. میگیم علی. حالا تو من بگو علی میرود یا علی میرفت یا علی رفت. وای به حال اون کسی که بگه رفت. بابا رفت ماضی بود، این دیگه مضارع است. چشاتو ببند. تو ماضی رو شناختی تو کلیپ قبلی، الان اومدیم سراغ مضارع. قیافه هاش ماضی فقط انتهاش نشانه داشت، مضارع هم اولش داره هم آخرش داره. حواست باشه به این. می‌بینی که رنگ ها گویا اینن که هم ابتدای ریشه نشانه داریم هم انتهاش. این میشه چی؟ فعل مضارع در حالت عادی. یعنی چی؟ یعنی وقتی پشتش کانه نیاد، قد نیاد، هیچی نیاد، به شکل اخباری ترجمه میشه. یعنی چی؟ می با الان. من میروم دارم، میرفت دارم، میرفتم دارم. اینجا رو دقت کن. اکثر بچه ها، یعنی من بارها سر کلاس این اشتباه از بچه، آقا من دارم یذهبو، فعلی که اولش یه داشته باشه آخرش او داشته باشه اینجا میشه یذهبو. هر فعل یجعلو، یقرضو، یه داشت با او میشه مفرد مذکر غایب، یعنی یه نفر مرد که نیست. حالا اینو من بگم میرود یا بگم میرفت؟ تو بگو میرود یا میرفت؟ آقای شجاع زاده میرود این می یعنی الان میرود، میرفت این می یعنی دیروز میرفت. این میشه ماضی استمراری. بعد کانه پشت بندش میومد، پس این خط میخوره. این جوابه. حواست باشه برای ترجمه فعل مضارع الان رو تو ذهنت در نظر میگیری، بعد با می ترجمه میکنی. الان میرود، الان میروند، الان میآیند، الان میپوشند، الان میخورند، الان برمیگردند. با دیروز ترجمه نکنی که میشه ماضی استمراری. خیلی هم مهمه. حالا گوش کن، بریم سراغ ترجمه این 14 تا. یذهبو، ببین یه و او داشت میشه اینجا. یذهبو یعنی یه نفر مرد که نیست. پدرم یا او میرود. میرفت نمیگی یا میگی چی؟ میرود. یذهبان مثنی مذکر غایب، یعنی دو نفر مرد که نیستن، میشه میروند. میروند. این میشه چی؟ اینم میشه میروند. میرود، میروند، میروند. میرود، میروند، میروند. مثنی و جمع ترجمه با هم برابر بود. حالا این 6 تا که تموم شد، میرم سراغ این 6 تا. تذهبو یه نفر مرد که روبروته، یعنی من برای شما. به من میگی تو اول ضمیر نامحسوبش رو بگو بفهم چه شخصیه. یه دفعه نگی باز میرود و میرود غایبه. اینجا میشه میروی، تو میروی. میروی. این میشه شما دوتا میروید. اینم میشه میروید. میروی، میروید، میروید. این میشه میروم، من میروم، ما میرویم. من میروم، ما میرویم. تموم شد رفت. پس برای فعل مضارع می با الان میاری. می با الان میاری. نشانه های صیغه هاش هم باید بلد باشی و ضمایر هم همون ضمایری که کلیپ قبلی برات آوردم. حتما برو نگاه کن. ضمیر متصل و منفصل بین ماضی و فعل مضارع یکسانه و هیچ تفاوتی نداره. خب حالا یه چیزی دانش آموز میگه 3 تا تذهبانه دارم. از کجا تشخیص بدم اگه تذهبانه اومد؟ یک، ببین
ببین رفیق، اگر خواستی تفاوت این دوتا رو با هم بدونی، اگر خواستی تفاوت این خب این تذهبانه برای مذکره، این تذهبانه برای مؤنثه. این برای دوتا مرد که روبروتن، این برای دوتا زنه. این از مذکر مؤنث بودنش میتونه تشخیص بدی. ولی این با این چی؟ ضمیر این هما، ضمیر این چیه؟ انتوما. اینو میتونی از ضمیر تشخیص بدی. یا از ضمیر تشخیص میدی یا از جنسیت. این حواست باشه برای اونا که مشترکن. مثلا فکر کن اینجا من دارم، خب اینا که اصلا شبیه هم نیستش، یه تذهبو اینجا دارم، یه تذهبو اینجا دارم. خب این تذهبو ضمیرش هیه، این تذهبو ضمیرش انته. این مؤنث، این مذکره. این برای خانم، این برای آقاه. یا از جنسیت تشخیص میدی یا از ضمیر تشخیص میدی. کدومی که از اینا؟ تو زبان عربی دو تا جا مشترک داری، دو تا تذهبو داری، دو تا مفردت شبیه همه، سه تا مثنات شبیه همه که از ضمیر یا از جنسیت به راحتی تشخیص میدی. پس برای ترجمه فعل مضارع یک الان تو این ذهنت بذار، بعد با می بیار. این از این. خب یه چیز دیگه هم فقط بهتون بگم که قبلا هم گفتم. اگر دیدی که بیا اینجا همینو بگم و تمام. کانا، کانو، کانت، کانتا، کن، کنتا، کنتما، کنتم، کنته، کنتما، کنتون. اگر اینا بیان به علاوه مضارع بشن، مضارع تو دیگه میشه ماضی استمراری. دیگه می با دیروز باید ترجمه بشه. کان یذهبو، خود یذهبو میشه میرود، اما کان یذهبو دیگه میرود نه، بعد می با دیروز ترجمه بشه، میرفت. خیلی مهم و کاربردیه. پس کانه با فعل مضارع بیاد زمانش رو میکشه عقب، می با دیروز ترجمه میشه ماضی استمراری. اما مضارع تنها بیاد می با الان ترجمه میشه. یذهبو الان میرود، کانه یذهبو دیروز میرفت. به همین راحتی. امیدوارم که از این مطالب استفاده کرده باشید. عرضم به حضورتون حتما مضارع رو به همون شکلی که گفتم یاد بگیرید. با روش بندانگشتی وقتی یاد میگیری خیالت راحته. همه فعل ها یک جا، نشانه ها یک جا، قابل فهم، مذکر چیه، مؤنث چیه، غایب چیه، مخاطب چیه، که هرچند اینا رو داخل کلیپ قبلی کامل توضیح دادیم. یاد میگیری نشانه هاشو با مثال های دیگه. مثلا برو حالا اینجا ریشه ما ذهبه، تو با ریشه جعل برو. یجعل و یجعلان یجعلون، تجعل و تجعلان یجعلن. این دو تا ت باز اینیه چون علمانن یه داشت. همین شکلی صرف کن، تکرار ترجمه تا اینکه انشالله به نتیجه برسی و دچار اشتباه نشی. موفق باشی.